ای مردم ساده دل ایران، ما کی میخوایم بفهمیم که از آدم‌ها باید به اندازه توانشون توقع داشته باشیم؟ یه پزشک جراح قلب نمیتونه سیاستمدار با سیاست و با کیاستی باشه. یه مکانیک شاید یه مکانیک خوب و تعمیرکار عالی باشه، ولی هیچ وقت نمیتونه وارد هیته پزشکی بشه و انسان‌های مریض رو یا مثلا انسان‌های بیمار هستن رو به سلامتی نزدیک کنه. بیایم از هنرمندامونم به اندازه توانشون توقع داشته باشیم. هنرمندی که سنگ تراشه سنگ تراشه، نریم بهش تعظیم کنیم، نریم بهش سرورم بگیم. یه هنرمند سنگ تراشه شاید یک افتخار در حیطه سنگ تراشی باشه، شاید یک افتخار در حیطه هنر باشه. یه نقاش یه افتخار در حیطه هنر نقاشیه. از آدم‌ها به اندازه توانشون توقع داشته باشید.